لجودك منتهى شكري وتبجيلي، لأجلك كل شكري كل تقديري. روز امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به نزد یک جوی گذار کرد. فأنت الله كافيني وكافلني، وفي تدبيرك اللهم تدبيري. لك الحمد الجزيل فأنت ترعاني، وأنت كفايتي من قبل تصويري. یک جوان سری راه شد و سؤال پرسید. السلام علیکم و رحمت الله ای امام ابو حنیفه. و علیکم السلام و رحمت الله. ای حنیفه، یک سؤال هوشم را پریشان کرده است. هرچند فکر میکنم چیزی در سرم نمیآید. چه سؤالی هست؟ خداوند شیطان را از آتش آفرید، اما خداوند گفته است که شیطان را در قیامت به آتش میسوزاند. چه خیل آتش را میسوزاند؟ چرا مرا میزنی؟ چی گفتم که ناراحت شده؟ درد کردی ها؟ بله حنیفه. تو هم از خاک هستی که به خاک زدم درد کردی. اون هم که از آتش باشد با آتش سوزانده می شود. قدرت خداوند بزرگ است. هر چیز را به چیزی که خواهد می سنجد و به چیزی که خواهد عذاب می کند. خداوند نگهبان.